امروز میخوام درباره 3 عادت ساده صحبت کنم. عادت‌هایی که شاید خیلی بزرگ یا هیجان انگیز به نظر نرسن، اما اگر واقعاً 6 ماه ادامهشون بدی، تغییر ایجاد میکنند که هم خودت متوجهش میشی، هم آدم‌های اطرافت. این اپیزود درباره موفقیت یک شبه نیست. درباره تبدیل شدن به نسخه بی‌نقص هم نیست. درباره قدم‌های کوچیکیه که اگر ادامه پیدا کنند، مسیر زندگی رو عوض میکنند. بیشتر ما دقیقاً میدونیم چی برای زندگیمون خوبه. میدونیم باید بیشتر تمرکز کنیم. میدونیم باید کمتر مقایسه کنیم. میدونیم باید کارهامون رو عقب نندازیم. اما مشکل این نیست که نمیدونیم. مشکل اینه که ادامه نمیدیم. چند روز با انگیزه شروع میکنیم، بعد زندگی شلوغ میشه، حوصله کم میشه و دوباره برمیگردیم به نقطه اول. عادتها دقیقاً همینجا مهم میشن. عادت یعنی کاری که حتی وقتی حوصله نداری هم انجامش میدی. نه به زور، بلکه چون تبدیل شده به بخشی از روزت. عادت اول، نوشتن روزانه. وقتی اسم نوشتن میاد، خیلی‌ها فکر میکنن باید متن قشنگ بنویسن یا جملات عمیق و فلسفی. اما نوشتن روزانه اصلاً این نیست. نوشتن روزانه یعنی خالی کردن ذهن. یعنی همه فکرایی که تو سرت میچرخن، نگرانی‌ها، ترویدها، حتی غر زدن‌ها بیان روی کاغذ. ذهن جای نگه داشتن این همه فکر نیست. وقتی همه چیزو توی ذهنت نگه میداری، تصمیمات سنگین میشن، تمرکزت کم میشه و نمیفهمی دقیقاً چرا حالت خوب نیست. نوشتن کمک میکنه بفهمی مشکل کجاست. گاهی حتی وقتی مینویسی میبینی چیزی که انقدر اذیتت میکرد در واقع خیلی ساده تر از چیزی بوده که فکر میکردی. برای شروع لازم نیست زیاد بنویسی. واقعاً 5 دقیقه کافیه. میتونی فقط به یکی از این سوالها جواب بدی. امروز چی بیشتر ذهنم رو درگیر کرد؟ یا امروز از چی ناراحت شدم؟ یا امروز چی یاد گرفتم؟ بعد از چند هفته کم کم خودت رو بهتر میشناسی. میفهمی چی حالت رو خراب میکنه، چی حالت رو بهتر میکنه و کجاها مدام داری اشتباه تکراری میکنی. این عادت کوچیک خیلی آروم ولی عمیق زندگی رو شفافتر میکنه. عادت دوم، انجام سخت‌ترین کار در ابتدای روز. همه ما یه کاری داریم که مدام عقبش میندازیم. کاری که هر بار بهش فکر میکنیم یه حس مقاومت توی وجودمون میاد. جالبه که معمولاً اون کار مهمترین کار روزمونه. نه لزوماً سخت‌ترین، بلکه مهمترین. ذهن ما دوست داره راحتی رو انتخاب کنه. دوست داره اول سراغ کارهای آسون بره. اما مشکل اینجاست که وقتی سخت‌ترین کار عقب میفته، کل روز سنگین میشه. انجام دادن سخت‌ترین کار در ابتدای روز یه پیام خیلی مهم به ذهنت میده. اینکه من کنترل دارم. صبح‌ها ذهن هنوز خسته نشده. هنوز درگیر مقایسه و پیام و خبر نیست. بهترین زمان برای همون کاری که ازش فرار میکنی. وقتی اون کار انجام میشه، حتی اگه بقیه روز خیلی عالی پیش نره، یه حس رضایت داری. یه حس این که امروز روی نباختی. اعتماد به نفس دقیقاً از همینجا ساخته میشه. نه از فکر کردن، نه از برنامه‌ریزی زیاد، بلکه از انجام دادن. برای اجرای این عادت، شب قبل فقط یک کار مشخص کن. فقط یکی. صبح که بیدار شدی، قبل از اینکه سراغ گوشی بری، همون کار رو شروع کن. لازم نیست کامل و بی‌نقص باشه. شروعش کافیه. عادت سوم، مقایسه نکردن. این عادت شاید از همه سخت‌تر باشه. ما هر روز زندگی بقیه رو می‌بینیم. موفقیتاشون، پیشرفتاشون، لحظه‌های خوبشون. اما چیزی که نمی‌بینیم مسیرشونه، تلاش‌هاشونه، شک‌ها و ترس‌هاشونه. وقتی خودمون رو با بقیه مقایسه می‌کنیم، ناخودآگاه احساس عقب موندن میاد، حتی وقتی داریم جلو میریم.
مقایسه تمرکز ازت میگیره. باعث میشه از مسیر خودت لذت نبری و کم کم انگیزت رو میکشه. به جای مقایسه با بقیه فقط خودت رو با دیروزت مقایسه کن. از خودت بپرس آیا امروز یه قدم جلوترم؟ حتی یه قدم خیلی کوچیک. هر کسی زمانبندی خودش رو داره. مسیر تو قرار نیست شبیه مسیر کسی دیگه باشه. وقتی این رو بپذیری، ذهن آزادتر میشه و پیشرفت واقعی شروع میشه. جمع‌بندی. این عادت شاید ساده به نظر بیان، اما ساده بودن به معنی بی اثر بودن نیست. نوشتن روزانه ذهن تو آروم میکنه. انجام سخت‌ترین کار اول روز اعتمادتو میسازه و مقایسه نکردن تمرکزتو نگه میداره. اگر قرار نیست هر سه رو با هم شروع کنی، اشکالی نداره. یکی رو انتخاب کن، همونی که الان بیشتر بهش نیاز داری. فقط یادت باشه تغییر واقعی نتیجه تکراره، نه هیجان. ممنون که تا اینجا گوش دادی. امیدوارم این اپیزود یه قدم کوچیک ولی مفید برات ساخته باشه.